به نام خدا. در این ویدیو من سعی میکنم که به بخشی از مبحث کار در کشور ترکیه بپردازم و شرایط مجوز کارهایی که صادر میشه. خب کار بحثیه که خب خیلی از کسانی که میخوان بیان ترکیه اولین دغدغه‌شون اینه که خب ما اونجا چی کار خواهیم کرد و آیا میتونیم اجازه کار در ترکیه رو داشته باشیم یا نه. طبق قانون 4817 کار، اشتغال خارجیان بدون اخذ مجوز کار در ترکیه ممنوع بوده و کارفرماهایی که نیروی کار خارجی غیر قانونی داشته باشند برای بار اول 8381 لیر جریمه میشن و بار دوم این رقم 2 برابر میشه. علاوه بر اون اگر این کارگر خارجی شامل اخراج بشه، هزینه اخراج خود کارگر و خانواده‌اش هم بازم باید کارفرما متقبل بشه. علاوه بر این کارگر متخلف هم 835 لیر جریمه میشه و برای بار اول و تبعات شامل اخراج و ممنوع ورود شدن هم به هر حال در بر خواهد داشت. با این توصیه ما اخذ مجوز کار هستش قبل از شروع هر کاری، قبل از اشتغال در کشور ترکیه هستش. مرجع صدور مجوز کار در ترکیه سازمان کار و امور اجتماعی ترکیه هستش. البته یه سری مشاغل هستش که این مشاغل حتی با مجوز کار هم خارجی‌ها حق کار کردن در این مشاغل رو ندارند که این شغل شامل دندان پزشکی، مامایی، کار داروخانه، دامپزشکی، مدیریت بیمارستان‌های خصوصی و دولتی، وکالت، داشتن دفترخانه یا کار کردن در دفترخانه هستش به عنوان کاتب، مترجم رسمی، نگهبان، چه در شرکت‌های خصوصی چه در شرکت‌های دولتی نمیتونن به عنوان نگهبان کار بکنن، کاپیتانی و مشاور گمرکی هستش. حالا من تو این ویدیو فقط بیشتر سعی میکنم که انواع مجوز کارهایی که برای خارجیان صادر میشه رو براتون توضیح بدم و بحث مربوط به نحوه گرفتنش و ما چه شرایطی باید داشته باشیم که مجوز کار رو بگیریم، این رو موکول میکنم به ویدیوی بعدی. کلا ما 4 نوع مجوز کار داریم که برای خارجی‌ها صادر میشه که اولیش به ترکی میشه باقمله چالشما ایزنی. چالشما ایزنی همون مجوز کار هستش به زبان ترکی که همون مجوز کار غیر مستقل هستش. در این حالت مجوز کار برای کارفرمای مشخص و محل کار مشخص صادر میشه. یعنی کسی که این مجوز کار داره این میتونه در جای دیگه‌ای و واسه کارفرمای دیگه‌ای کار بکنه. باقمsız çalışma izni مجوز کاری هستش که محدودیت مکانی نداره، یعنی شما میتونید همزمان برای چند کارفرما کار بکنید و محیط کارتون هم میتونید عوض بکنید. این نوع مجوز کار حداقل بعد از 5 سال کار قانونی مجوز کار شما میتونید بگیرید. یعنی مورد سوم سورلی چالشما ازنی، مجوز کار برای زمان محدود هستش که بعد از تمام شدن این زمان مجوز کار شما باید کشور ترکیه رو ترک بکنین یا اینکه اقدام کنین به تمدید مجوز کارتون. süresiz çalışma izni مجوز کاری هستش که محدودیت زمانی نداره، یعنی شما بعد از گرفتن این مجوز کار دیگه محدودیتی ندارین که این مجوز کار تموم بشه و نحوه گرفتن و شرط گرفتن این مجوز کار هم حداقل 8 سال کار قانونی در کشور ترکیه هستش. معمولا اگر فردی اولین بار اقدام بکنه به مجوز کار، این مجوز کار غیر مستقل خواهد بود، یعنی حتما باید کارفرما معرفی بشه و آدرس محل کار معلوم بشه و فقط برای اون محل کار معتبر خواهد بود و با مدت زمان محدود خواهد بود که این مدت زمان در مرحله اول 1 ساله خواهد بود.
حالا با تمدیدش از 1 سال به 2 سال و بعدش به 3 سال این مدت زمان میتونه تمدید بشه. ویدیو رو من نمیخوام زیاد طولانی بکنم. فعلا این مبحث انواع اقامت کار رو انواع مجوز کار رو من برای شما باز کردم. انشالله میگم در ویدیوهای بعدی من سعی میکنم که در مورد نحوه گرفتن اقامت کار و چه شرایطی فرد باید داشته باشه در مورد اینا بحث بکنم. موفق باشید.